الآل نور من سراج محمد، والصحب نثر يديه بالأطياب، رحماء بينهم ولكن في الوغى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله و صحبه اجمعین. بینندگان عزیز و ارجمند، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در جلسه قبل اگر خاطر مبارکتان باشد، مطالبی رو درباره ازدواج رسول الله صلی الله علیه و سلم با حفصه بیان کردم. عرض کردم که این ازدواجی رو که رسول الله صلی الله علیه و سلم با آل عمر و با یکی از دختران عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه، حضرت حفصه رضی الله تعالی عنها انجام دادن، در واقع نشان و مدال افتخاری هست برای سیدنا عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه و مهر تأییدی هست بر ایمان و صداقت و اخلاص خانواده حضرت عمر رضی الله تعالی عنه برای اسلام. قطعا اگر در نسب حضرت عمر اشکالی وجود داشت، در ایمان حضرت عمر اشکالی وجود می داشت و در ایمان و اخلاص حضرت حفصه رضی الله تعالی عنها که مسلمان شده بود و هجرت کرده بود، رفته بود در مدینه و شوهرش در مدینه فوت کرده بود، اگر در ایمان و اخلاص این بزرگواران خدشه‌ای وجود داشت و ایرادی بود، قطعا رسول الله صلی الله علیه و سلم این ازدواج را انجام نمی دادند. اون گونه که قرآن می فرماید انسانهای پاک برای مردان پاک مخصوص زنان پاک هستند، یعنی قطعا مردان پاک برای خودشون زنان پاکی رو انتخاب می کنند و زنان پاک و پاکیزه و پاکدامن شایسته مردان پاکدامن هستند. و این فرهنگ اسلام هست، تعالیمی هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم به ما آموخته که هر انسان و مرد پاکی باید همسر پاکی رو انتخاب بکند. برای زنان و دختران پاکیزه و پاکدامن شایسته هست که مردهای پاکیزه و پاکدامن به خواستگاری اونها بروند. و بدین خاطر بود که رسول الله صلی الله علیه و سلم خانواده سیدنا عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه را لایق دانستند و شایسته دانستند که با اون خانواده این وصلت را انجام بدهند. اما این وصلت یک طرفه نبوده که فقط رسول الله یا اهل بیت ایشان با خانواده عمر ازدواج کرده باشند و دخترانی رو از این خانواده انتخاب کرده باشند، بلکه برعکس، به همان گونه که اهل بیت از خانواده عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه برای خودشون همسر انتخاب کردن، زن گرفتند، به همین گونه ما میبینیم که از جانب عمر بن خطاب و خانواده ایشان اقداماتی صورت گرفته و از دختران اهل بیت برای خودشون همسرانی رو انتخاب کردند. یعنی این که هم اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم لیاقت و شایستگی خانواده عمر را داشتند و هم خانواده عمر شایستگی و لیاقت اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم را داشتند. اگر واقعا خانواده عمر بن خطاب این لیاقت را نمی داشت، رسول الله نمی رفت و دختر عمر را ازدواج نمی کرد. و اگر عمر این لیاقت و شایستگی را نمی داشت، حضرت علی رضی الله تعالی عنه عمر را به عنوان داماد خودش و شوهر دخترش انتخاب نمی کرد. یکی از وصلت‌های مهمی که در میان اهل بیت و آل عمر و شخص حضرت عمر رضی الله تعالی عنه صورت گرفته، ازدواج سیدنا عمر بن خطاب هست با حضرت ام کلثوم رضی الله تعالی عنها که در واقع نوه رسول الله صلی الله علیه و سلم و دختر فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها است. زمانی که حضرت عمر رضی الله تعالی عنه
رفتن به خواستگاری ام کلثوم رضی الله تعالی عنها، حضرت علی رضی الله تعالی عنه فرمود که انما حبست بناتی علی بنی جعفر، که من دخترانم را برای فرزندان جعفر گذاشتم، که میخواهم دخترانم را همه را به فرزندان جعفر برادرم بدهم. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه فرمود که انکحنیها، ام کلثوم را به نکاح من در بیاور. یا علی فوالله ما على ظهر الارض رجل یرصد من حسن صحبتها ما ارصد، به خدا قسم بر روی زمین انسانی وجود ندارد که در پی خوبی کردن و احسان و حسن معاشرت و زندگانی خوشبختی باشد با حضرت ام کلثوم آنگونه که من در پی آن هستم. یعنی اگر مرا به عنوان داماد خودت قبول بکنی و ام کلثوم را به ازدواج من در بیاوری، مطمئن باش که از تمامی مردان من برایش بهتر خواهم بود و زندگی بهتری را برایش تأمین می کنم. و نهایتا حضرت علی رضی الله تعالی عنه این پیشنهاد را پذیرفت و ام کلثوم رضی الله تعالی عنها را به ازدواج حضرت عمر رضی الله تعالی عنه در آورد. بعد از این سیدنا عمر رفت، در زمانی که ایشان خلیفه بودند، امیر المؤمنین بودند، رفتن در میان مردم و فرمودند که رفعونی، به من تبریک بگید. گفتند که چی شده مگر؟ برای چه تبریک بگوییم؟ گفتند به خاطر این که من داماد اهل بیت شدم. حضرت علی رضی الله تعالی عنه ما را به عنوان داماد خودشون و شوهر ام کلثوم انتخاب کرده و پذیرفته. و من از رسول الله صلی الله علیه و سلم این فرموده را شنیدم که ایشان فرمودند کل نسب و سبب منقطع یوم القیامه الا نسبی و سببی، هر نسبی و هر وصلتی در روز قیامت قطع خواهد شد و از بین خواهند رفت به جز نسب من و سبب و وصلت با من. گفت که من دوست داشتم که این افتخار را هم کسب بکنم که این وصلت را در دنیا و آخرت با اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم داشته باشم. این مطلب را طبرانی در المعجم الکبیر آورده و همچنین حاکم این را آورده و بعد از اون هم اضافه کرده که صحیح الاسناد این مطلب و این روایت صحیح الاسناد هست. آری بینندگان عزیز، حضرت علی رضی الله تعالی عنه دختر خودش را، ام کلثوم را که مادرش فاطمه دختر رسول الله صلی الله علیه و سلم بود، در اختیار حضرت عمر رضی الله تعالی عنه قرار داد و عمر را به عنوان داماد خودش و شوهر ام کلثوم انتخاب کرد و پذیرفت. اما متاسفانه گویا این اقدام حضرت علی رضی الله تعالی عنه بسیاری از شیعیان علی را و بهتر بگویم اون کسانی که ادعای تشیع را دارند، ادعای پیروی و محبت حضرت علی رضی الله تعالی عنه را دارند، گویا از این وصلت ناخشنودند و به هر گونه‌ای و به هر بهانه‌ای خواستند این وصلت را و ازدواج عمر با ام کلثوم را نفی بکنند. اما واقعیت این است که آنچه اتفاق افتاده با یاوه‌گویی های برخی از انسانهای کوردل و مغرض از بین نخواهد رفت. ازدواج عمر با ام کلثوم در تمامی کتاب‌های نسب، انساب و تاریخ ذکر شده. هم شیعه روایت کردند و هم اهل سنت روایت کردند و هیچ جایی برای ایراد شک و تردید در این قضیه وجود ندارد. بعد از یک میان برنامه کوتاه خدمت شما باز می‌گردم و مطالبی دیگر را در این زمینه خدمت شما عرض خواهم کرد. وصال حق گامی در راستای بیداری. او ذاتی است که پیامبرش را با هدایت و دین حق فرستاد تا آن را بر سایر ادیان غالب
و پیروز بگرداند، اگرچه برای مشرکان ناخوشایند باشد. آری بینندگان عزیز و ارجمند، حضرت علی رضی الله تعالی عنه عمر را به عنوان داماد خودش و شوهر ام کلثوم رضی الله تعالی عنها برگزید و همون گونه که قبلا عرض کردم این ازدواج در تمام کتابه‌های انساب و کتابه‌های تاریخی ثبت شده، هم کتابه‌های شیعه و هم کتابه‌های سنی. به طور مثال یعقوبی در ضمن حوادث سال 17 هجری این مطلب را آورده و حتی ذکر کرده که حضرت عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه 10,000 دینار به عنوان مهریه پرداختند و همچنین در روایات اهل سنت و تواریخ اهل سنت امام طبری و ابن سعد و همچنین ابن اسیر و امام بخاری و حاکم، نسائی، ابو داود، هم مورخین و هم محدثین این قضیه را کاملا ثبت کردند و در کتابهای و با سند صحیح این مطلب کاملا روایت شده و وجود دارد. و اضافه بر این میبینیم که صحاح شیعه و کتب اربعه شیعه هم این مطلب را کاملا بیان کردند و هیچ گونه ابهامی در این زمینه وجود ندارد. در اصول کافی و در فروع کافی این مطلب آمده و همچنین در کتاب الاستبصار و کتاب تهذیب و در روایات و کتابهای بسیار زیادی دیگر این مطلب کاملا ذکر شده. ابن طقطقی در کتاب معروف خودش که درباره انساب طالبین نوشته در صفحه 58 میگوید که و ام کلثوم امها فاطمه الزهرا و ام کلثوم که یکی از دختران حضرت علی رضی الله تعالی عنه است و مادرش فاطمه زهرا دختر رسول الله صلی الله علیه و سلم هست، تزوجها عمر بن الخطاب فولدت له زیدا ثم خلف علیها عبدالله بن جعفر. و که عمر ابن خطاب با ام کلثوم با دختر حضرت علی و فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها ازدواج کرد. ابتدا حضرت عمر با ام کلثوم ازدواج کرد و بعد از این که عمر از دنیا رفت عبدالله ابن جعفر با اون ازدواج کرد و ثمره این ازدواج 2 فرزند بود به نام زید و رقیه. این مطلب در تمامی کتابها نقل شده و به صورت کامل این مطلب آمده. منتها بسیاری از کسانی که ادعای محبت اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم را میکنند و خود را پیروان و شیعیان حضرت علی رضی الله تعالی عنه میدانند، اومدند خواستند که این مطلب را نفی بکنند و این منقبت و افتخار حضرت علی رضی الله تعالی عنه و حضرت عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه را دفع بکنند، ولو این که این اقدام و این دفع کردن و نفی کردن این ازدواج به بهانه و به بهای توهین اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم تمام بشود. زیرا که در روایاتی که کافین رو نقل کرده و روایت کرده آورده که متاسفانه به این گونه هست که میگوید این اولین ناموسی هست که از اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم به تاراج رفته. یعنی اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم را این گونه به تصویر کشیدند که یک فرد عادی میتواند بیاید و ناموس آنها را، دختران آنها را از داخل منزلشون خارج بکند، غصب بکند و ببرد و اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم و بنی هاشم و قریش و دیگر مسلمانان اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم هیچ حرفی را نزنند. این واقعا بزرگترین اتهام هست به و توهین هست به اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم. یک مرتبه می آیند و می گویند که این غصب شده، ازدواجی صورت نگرفته، این اتهام به اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. باری دیگر می گویند که حضرت علی رضی الله تعالی عنه در اینجا معجزه‌ای را نشان داده و به جای ام کلثوم یک جنی را به ازدواج عمر در آورده. و گاهی میگویند که نه، این ام کلثوم دختر حضرت علی نبوده، دختر شخصی دیگر بوده. هر بار با بهانه‌ای میخواهند بیایند و این قضیه را انکار بکنند. اما
واقعیت را وقتی که ما نگاه میکنیم، یک مسئله ای را که تمام کتاب‌های تاریخ آن را نوشتند و تمام کتاب‌های انساب بر اون صحه گذاشتند و این را تثبیت کردند، اضافه بر این در کتاب‌های فقهی شیعه هم این مطلب کاملا دلیل و مستند بسیاری از احکام شرعی هست. به طور مثال مانند این که آیا یک مرد غیر بنی هاشم و غیر هاشمی میتواند با یک دختر از بنی هاشم ازدواج بکند؟ یکی از دلایلش همین قضیه هست. آری، چون که عمر با ام کلثوم ازدواج کرد. آیا زمانی که یک فردی از یک کسی خواستگاری می کند و بعد از این ازدواج صورت می گیرد و بعد از ازدواج وقتی که شوهر اون دختر می میرد، آیا این دختر باید در منزل شوهر قبلیش عده بگذراند یا اینکه حق دارد که برود در منزل پدر و مادرش؟ از این استدلال کردند که حضرت علی رضی الله تعالی عنه بعد از این که عمر از دنیا رفت و شهید شد، ام کلثوم را دستش را گرفت و برد در منزل خودش. و در روایات شیعه و سنی آمده که حضرت ام کلثوم رضی الله تعالی عنها با فرزند پسرش زید در یک زمان از دنیا رفتند و بگونی که مشخص نبود که کدوم اول از دنیا رفته و کدوم در نفر دوم بوده، بگونی که هیچ کس از این یک دو نفر از یکدیگر ارث نبردند. و تمام این قضایا را و این مسائل فقهی را دلیلش برمیگردد به همین قضیه ازدواج حضرت عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه با ام کلثوم که در تمامی کتاب‌های فقهی شیعه و در کتاب‌های مراجع و اصلیشون گونه که قبلا اشاره کردم مانند تهذیب و استبصار و فروع کافی این مطلب کاملا نقل شده. اما این که میگویند که ذالک اول فرج غصبناه، این شرمگاهی بود و ناموسی بود که از ما به تاراج رفت، این قطعاً بزرگترین اتهام و توهین به اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. خصوصاً در جامعه آن روز اعراب این اصلا امکان نداشت که از یک خانواده شریف و از یک خانواده بسیار سرشناس و معتمد یک شهر بیایند، یک فرد دیگر بیاید دختر اونها را بدون رضایت بردارد ازدواج بکند و ببرد، اصلا چنین امکانی نداشت و تمام قبیله در واقع بسیج می شدند و جلوی چنین اقدامی را می گرفتند. ما چنین در تاریخ اسلام و در تاریخ صدر اسلام در زمان حضرت حسن رضی الله تعالی عنه چنین مواردی رو ما داریم و در تاریخ اومده که خوله دختر منظور همسر محمد ابن طلحه ابن عبیدالله بود که در جنگ جمل کشته شد. در روایت اومده فتزوجها حسن ابن علی، حسن ابن علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه با خوله دختر منظور ازدواج کرد. قطعا بدون این بود که مثلا پدرش هنوز اطلاع نداشت و این منظور از منطقه خودش که اومد در داخل شهر مدینه و نیزش را در زمین فرو برد و اسبش را با اون بست و تمام قبیلهش که از قبیله بنی قیس بود همه اومدن دور برش جمع شدن و گفت که امثلی یفتات علیه فی ابنته، آیا کسی در مثل من، در سطح من و در شرافت من امکان دارد کسی دخترش را بدون اذن و اجازهش ازدواج بکند؟ و حضرت حسن رضی الله تعالی عنه وقتی دید قضیه به اینجا رسیده، دختر منظور را که خوله بود تحویلش داد، گفت این تو و این دختر است، من از این ازدواج صرف نظر کردم. و بعد از این وقتی که منظور اون دخترش را برداشت از مدینه خارج شد و به منطقه بقیع رسید، دخترش گفت که پدر مرا کجا میبری؟ این حسن ابن علی هست، فرزند رسول الله است، بهترین همسر و شوهر برای من هست و حیف است که تو مرا از دست این خانواده بیرون بکشی و به منطقه خودم ببریم. در اونجا منظور گفت که اگر واقعا حسن ابن علی تو را بخواهد دنبالت خواهد آمد. اندکی راه که رفته بودند در نخلستان مدینه که رسیدند دیدند که بله حسن و حسین و عبدالله ابن جعفر اومدند و دوباره این دختر را با رضایت پدر به خانه حضرت حسن ابن علی برگرداندند. پس بنابراین امکان ندارد که در آن زمان خصوصا در میان عرب چنین اتفاقی بیفتد. اما این انسانهای از خدا غافل که به هر بهانه‌ای میخواهند که هر گونه وصلت و هر گونه ارتباط در میان اهل بیت و
آل عمر را یا آل ابی بکر و حضرت عثمان رضی الله تعالی عنهم اجمعین را که روابط حسنه‌ای بوده و نشان از صفا و صمیمیت هست، اون را به یک عنوانی و به یک نحوی میخواهند که خدشه‌دار بکنند. اما واقعیت چیزی دیگر هست که تمام کتاب‌های تاریخی این وصلت را در واقع ثبت کردند و این یکی از افتخارات حضرت عمر رضی الله تعالی عنه است که حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم با دختر عمر ازدواج کردند و عمر هم داماد علی است. رسول الله داماد عمر و عمر داماد حضرت علی رضی الله تعالی عنه است و نوه رسول الله صلی الله علیه وسلم را ازدواج کرده. تا برنامه دیگر که انشاءالله در خدمت شما خواهم بود، تمامی شما را به الله متعال می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الآل نور من سراج محمد والصحب نثر يديه بالأطياب رحماء بينهم ولكن في الوغى أسد على الباغي كأسد الغاب خير القرون هم وليس كمثلهم عظماء بعد الرسل في الأحقاب رحماء بينهم ولكن في الوغى